تراویح از کلمه استراحت گرفته شده است و سبب تراویح نامیده شدن این نماز این است که وقتی که صحابگان کرام رضی الله عنهم اجمعین 4 رکعت نماز می خواندند، جمع دو مراتبه وقتی که سلام می دادند یا استراحت می کردند و سبب این استراحت آن بود که در نماز طولانی قرائت می کردند. ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن است. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. الله تعالی میگوید که ماه مبارک رمضان ماهی که در این قرآن نازل شده است. بنابراین هر سال حضرت جبریل علیه السلام با جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم درس قرآن داشتند. هر سال یه مراتبه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن را به حضرت جبریل قرائت می کردند و سال وفاتشان 2 مراتبه ختم کردند که این علامت وفات جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بود. و ماه رمضان که ماه نزول قرآن است و قرآن سبب هدایت بشریت گردید، بنابراین در این ماه مبارک رمضان مستحب است ختم قرآن علل خصوص. بنابراین در نمازهای جماعت مسلمان ها ختم قرآن می کردند و وقتی که ختم قرآن که می کردند نماز طولانی می شد. نماز که طولانی شد بین 4 رکعت استراحت می کردند تا اینکه برای مردم ملال نشود.